سلام بچه‌ها، چطور؟ من امروز هستم و خوش اومدین به این ویدیو. بچه‌ها قبل اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم یه سری توضیحات در مورد بازی‌ها بدم. بچه‌ها من قرار نیست که یه بازی رو شروع کنم بعد 3 4 5 بار اونجا پشت سرم ازش بذارم. تصمیم دارم که مثلا 3 تا بازی با هم شروع کنم، بعد از اون مثلا روزی یه ویدیو از هر کدوم بذارم. مثلا چطور بگم، مثلا امروز این بازی رو میذارم، فردا یه بازی دیگه، پس فردا یه بازی دیگه، بعد دوباره از اول شروع می‌کنیم. پارت‌های 2 3 شون پشت سر هم می‌ذاریم که خسته کننده نشه، بازی‌ها متفاوت باشه، میدونیم. و سر همین دیگه مثلا ویدیو متفاوت الان با اومدم با یه بازی جدید، بازی سوپرمارکت سیمولاتور هم ویدیوشو میذارم، ولی بعد از اینکه مثلا 2 تا ویدیو متفاوت دیگه گذاشتم دوباره میریم پارت 2 اونو میذاریم که خسته کننده نشه براتون، جذابیت ویدیو بیشتر باشه، تنوع ویدیو بیشتر باشه. و یه توضیح دیگه هم در مورد سابسکرایب و اینا بچه‌ها، مثلا توی ویدیو شورت ویدیو دیشب زده بود که 25 نفر شما رو مثلا ساب کردن، خب بعد میره بالا، بعد از اون 25 نفر 10 نفرش ریزش کرد. چرا؟ چون که اینستاگرام میگم اینستاگرام، یوتیوب فکر میکرد که مثلا اینا باتن و پرون. خب بعد قبل از اینکه مثلا سابسکرایب کنین زنگوله رو بزنین، لایک کنین، کامنت بذارین. چقدر پوست دارم حرف زدم خدا. خب یه لحظه وایسا. سلام. خب داشتم میگفتم این کارا رو بکنید که فکر نکنید شما باتین. و یه توضیح در مورد همین بازی، امروز اومدم با بازی اسم بازی مای سامر کار بود، اصلا یادم رفت اسم بازی. اسم بازی مای سامر کاره که این بالا، اینجا خوبه، اینجا می‌نویسمش. اگه دوست داشتین بازی کنید بچه‌ها، نسخه بازی فقط برای کامپیوتر. خب بذارید از بریم بیرون فعلا بهتون نشون بدم. بچه‌ها امروز اومدیم مکانیک شیم. محمد. خب اینجا فقط این ماینو داریم، یه بدن خالی، هیچی نیست. با همین رو سرهم کنیم. این راه باید بره، این باید حرکت کند، این باید در مسیر موفقیت پیش بره. چی داریم میگم؟ خب اینجاست گاراژ ما. به 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 به. یا خب از اول نگاه کنیم چی داریم اینجا، که مسائل مثلا در و تابوت و صندلی و مندلی و این چیزا. جک سوزماری هم داریم. بعد اینجا اینم فکر کنم در جعبهشه، باند و اینا رو اینجا می‌ذاریم، تاخچه‌شه، باک، اگزوز، اینم که موتور دراره. بعد این جک کوچیکام داریم، باتری و گیر بوکس و اینم دیگه وسایل موتور و فرمون و این سری داستانا. بنزین هم داریم. این به چه کاری میاد خدا شاده نمیدونم. اینم که جعبه ابزار میفکنم. آره باز کن. آره چقدر آچر داریم یا خودم. اینم که یه صفحه کیلومتر و اونم داشبورد و چراغ قوه هم نمیدونم به چه دردی میخوره و اینم مثلا نمیدونم چی هست و چی. این موتور برقه، موتور جوشه، یه چیزی هست نمیدونم، چون لامپ هم خودش کن. اینجا هم که وسایل جلوبندیه و اینو. اینجا هم لامپ داره. الا به چقدر روشن شد، ناموسن روشن. فقط چرا این پرچم رو زدی اینجا؟ بدش کن. خیلی خب بچه، من یه مقدار بازی بلدم. اگه بازی بلد نیستید با من پیش برید در مسیر موفقیت و اینکه با هم ماشین رو درست میکنیم با هم. کلا تا یه جاهایش بلدم، یعنی بیشترش بلدم دیگه. خیالون راحت با من پیش برید جمعش کنیم. خب قطعه‌ای که اول انتخاب میکنید باید بذاریم روی زمین، چون من میخوام روی زمین جمعش کنم موتور رو. اینم میخوام، این یکیشم میخوام، بعد اینم میخوام. بیا دیگه. بعد بلوکه اصل کاریه، اینم میخوام. این اصلا میذاریم اینجا. یا بعضی وقتا صدا میده بعضی وقتا نمیده. خب اینا رو هم فعلا همینجا بذار. این اصل کاری، اینو باید الان بذارم. خیلی خب جعبه ابزار رو بیار پایین، بذارمش دقیقاً اینجا. خوب. خب بشین، اینو بذار اینجا. خب اول از همه باید اینو بذاریم اینجا. خب اوکی. خب اینا رو بذاریم روش، ببندیمش. شماره 2 وسط بذار دیگه. خب اینم باید بذاریم شماره 1. یک این ور میخوره یا یک این وره. خب 3 هم اون ور. الان باید پیچاشو ببندیم. کدوم آچر میخوره خدا شاده نمیدونم. آچر اصلا چطور باید بگیرم؟ شماره 2. آره شماره 2. خب این که نمیخوره. این آینه. ببین کلا زده از 1 تا 15، یعنی 15 تا آچر داری، ولی بهتر بود که روی پیچا بزنن که آقا این فلان مثلا آچر مثلا فلان آچر میخوره، این پیچ فلان آچر میخوره. حالا نمیدونم حواسم نبود ببینم اینجوری میزنه یا نه، ولی اینجوری میزد بهتر بود. حالا اینا بذار ببندیم اینا رو.
روی اصولم پیش نرفتم چون که فکر نمی‌کنم بازی انقدر دقیق باشه، انقدر هوش مصنوعیش قوی باشه. ولی اگر قوی باشه دیگه ریدیم دیگه قشنگ، چون که دیگه ماشین روشن نمیشه. اگر باید روی اصول بریم باید این پیچا رو روی اصول ببندیم. خب اینو بردار. و الان دیگه چی؟ اینو برعکسش میکنیم. شپلا. خب اینا رو باید پیستونا رو جا بزنیم. این هم شماره گذاری داره 1. این از 2. خب دومیشم بردار. اینم از 3. اینم از بزن دیگه. اینم از 4. خب این الان آماده است. دوباره باید اینو زیروش کنم. شپلا. چه صدا نمیده دیگه مثل قبل. خب اینو باید روی این اینجا مونتاژ کرد. قبل از یه لحظه وایسا. یا خدا. اینو باید اول بزنم یادم نره. این یادم بره دیگه بدبختیم. واشرش. خب الان زیر. شپلا. خب اینو بذار اینجا فعلا. شماره 2. این چرا نمیخوره؟ نه. بزرگتره. اینم نیست. اینم نیست. اینم نیست. یعنی ناچار ریز میخورم. یک فکر نمی کنم دیگه اونقدر ریز باشه. خب اینم که نه. اینه. چیزی که پیش بستنش راحت بود. این با این بیلک وسط ماست باید بچرخونی تا بسته شه. اینم ببند دیگه. خب اینم از اینم از این بازش نکنی ببندش. اینم از این. خب اینم از این. خب شماره 1. این باید بیاریم روی این. البته بذارید از اینو بچرخونم. این باید بیاریم روی این. به 10% کار رفت. خب اینو بیار. این از این. پیچای اینم باید ببندید. بیا این طرف تا یکم نزدیک باش. شماره 2. چه پیچی میخوره این؟ یه لحظه وایسا. این نمیخوره. اینم نیست. اینم نیست. اینم نیست. اینم نیست. خودی هم تا آخر من الان میبینید. ببین یک اولیو بخوره دیگه واقعا ناموسن دیگه بد میشه. اولی اصلا امتحان نمیکنم چون مطمئنم نمیخوره. خیلی کوچیکه. اینه. دومی بود. آره. پیچ‌هایش را ببندش. خب اینم از این. اینم از این. چقدر پیش داره خدایا. واقعا پیچانی ببندیم شب شده پر ستاره. چشمک بزن دوباره ماهی اوزو بورو. یه لحظه ببخشید پولک رو درون هم زد بیرون. خب این را زیرو میکنیم. زیروش کن بلندش. نمیدونم چطور این داره بلند میکنم. این بین سنگینی پیچه این ورم باید ببندید. خب شد این آچر خورد. همین که آچرش مثلا 2 تا شیکی باشه خیلی راحته. مثلا یه سری میگیری میبندی دیگه لازم نیست یه سر آچر عوض کنی ببینی کدومه. یا حداقل روش این کامون لبس میکنم. باید دقیق ببندیم. یه پی موتور ببندیم ببین اصلا روشن نشه مجبوری دوباره همشو باز کنیم. وای دهنت سرویس. صدای ماشین میاد. شما میشنوین؟ یعنی داخل بازی بازم ماشین هست یعنی NPC هست یا چیه؟ بابا این دیگه اصلا افتاد کاتا با گاز نده. صدای ماشینه. بذار یه لحظه اینو ببندم میرم یه نگاهی به بیرون میندازم. یه لحظه وایسا. خب صدای ماشین آقا. خب داشتم چیکار میکردم؟ خواستم یه چیز دیگه ببندم. این اینو بنداز داخلش. شاید این فقط باید اینجوری باشه نه؟ اینجوری بگیری. درست بابا شد یه لحظه. خب همین ریز بخوره. آره بابا اصلا عشق میکنه چون معلوم بود پیچش ریزم. اینم ببندم واسه برم ببینم بیرون چه خبره کلا. صدای ماشین میومد. خب موتور داریم اینجا. این میگه بزن. خب
روشن نمیشه. مشکل داری یعنی؟ نمیدونم. حالا اگه میدونی چطوری میتونیم اینو روشن کنیم تو کامنت ها بهم بگی. خب دیگه چی؟ بابا این صدا یخچال من کاتاف میزنه. اوه یخچالش میتونیم باز برد. اوه اصلا حواسم به این بالا نبود. بابا باید غذا بخوریم، انرژی داریم، بعد خسته میشیم داخل بازی. پول 300,000 تا 3,000 تا. یعنی که داخل بازی پول ما یعنی باید چیزی بخریم. نمیخور. داخل بازی حتما باید چیزی بخریم. خب دیگه چی؟ اونجا هم آب میوه یا خب داشتی میگفتی. آره میدونم. آره خب به چنین کنی دارده گیری و سخته با مناقط مفروض هفته شبا